روز 9 مای در کانال پرویز تیوی در یوتیوب ویدیوی کوتاه نوبت‌پوی صدها نفر انگام تقسیم 1750 کیلو اوشی که در خوجند در یک دیگ پختند نشر شد. در ویدیو دیده می شود که مردم طبقه در دست در پیش دیوار نوبت گرفتند و هر کدام تلاش می کند که به آشپزها طبق خود را پیشتر دراز کند. در گوشه دیگر دیگ بزرگ دیده می شود که پر از آش است. پرویز تیوی می نویسد که در این دیگ 1750 کیلو آش پختند. طوری از ویدیو به نظر می رسد تقسیم آش شبانگاه صورت گرفته ایستاده است که این می تواند به ماه رمضان بستگی داشته باشد. برخی نوشتند که آش را ساعت 1 شب قبل از خوراک اسری تقسیم کردند. کی ثبت شدن این ویدیو معلوم نیست. قبلا یک صحیفه جمعیت دوستداران آش پلو از ازبکستان در فیسبوک خبر داده بود که آشپزهای ماهر تاجیک در یک دیگ غنجایشش 2 تانه 1.5 تانه آش پلو خوجندی پختند.